چرا؟ حقیقت همینطور بوده. منظورشان رمق گرفتن بود، بیچاره چوپان سلام هم انداخته بود که دلیل بالای مسلمان بودنش بود یا قتل کرده بودنش. الله متعال میگه خو شما تبتغون طلب میکنی عرض الحیات دنیا، سامان اسباب زندگی دنیا را، فعند الله مغانم کثیره. ای مسلمانای مجاهدین نظرتان به اسباب مال دنیا نباشه، به نزد الله غنیمتای خیلی زیاد است. دو مطلب داره، یا در دنیا الله اینطور موقع بیاره اینطور غنیمت ها براتان میسر شوه که باز جمع کده نتانه. همو طورام شد. ابی هریره رضی الله عنه یک وقت دستمال خود آوار کرد، از ابریشم واری بود، چیزی خیلی قیمتی بود، گریان کرد. گفت یک وقت چطور بودیم که از گشنگی زوف میکردم، حالی ببین که دستمالم چقدر قیمت داره. هزار طرف فتوحات اسلامی زیاد شد، مال خیلی قدر شد که پرسان نکن. دوم ترجمه فعند الله مغانم، بنزد الله منافع، چیزای غنیمت دور میگه که دل آدم سرش خوش میشه او یک دفعه در دستت میه. الله ای قدر اجر و ثوابا را براتون بده در آخرت که اسباب دنیا مال متاع دنیا هیچ است مقابل از او. تو هدف عالی داشته باش او مجاهد، منظوری تو فقط حاصل کردن رضامندی الله و ثوابای جنت است، فکر طرف مال متاع دنیا نباشه. حال قناعت بش بر انسان گپی را میزن الله متعال که بالکل تو قناعت کنی. کذالک کنتم من قبل، اینمی رقم شما هم بده پیش ازی. اسلام شما چی رقمی قبول شده؟ قلب شما را کسی پاره کرد؟ خود شما هم در زبان کلمه گفتی قبول شده، از تو قبول شو، از نفر دیگه که میگه قبول نشو، امی انصاف است. کذالک کنتم من قبل، خود چی شد؟ فمن الله علیکم، احسان کرد الله، احسان گذاشت الله بالای شما، به ایمان ظاهری شما اکتفا شد، کسی از باطنتان تجسس و تفتیش و تلاشی نکرد، بالکل امی ظاهرا امی یک دفعه کلمه گفتی. فتبینوا، باز برای ما میگه الله که نه تبین کنه، وضاحت برای خود حاصل کنه هر کسا، فتوای ناحق کفری و آبیام نده. فتبینوا، در خونشام تعرض نکنه. ان الله، یقینا الله متعال کان هست به ما تعملون، به هر کرداری که انجام میده، کاریتان که انجام داده میشه برای کدام غرض مقصد است، آیا مطابق چوکات دین است یا نه که از دین برآمدگی است. شما اینطور فکر نکنی که اعمال ما هیچ محاسبه نمیشه، قدم که میزنی، سخن که میگی، حرکت که میکنی محاسبه میشه. الله است به ما تعملون، به آن چیزی که انجام میده خبیر و خبردار است که عملت به خاطر به کدام نیت، چه قسم، به کدام شیوه است. ای مومن، از او خاطر مومن واقعی کسی است که خود مراقبت میکنه، سخن خود به جا میگه، عمل خود به جا انجام میده، میفهمه که الله متعال مرا میبینه. در این آیت درس عظیم دیگه برای ما است، ما و شماست. چی درس عظیم است برای ما و شما؟ یک وقت ما و تو هم خاک قبر میخوردیم، در گرد قبر میگشتیم. پدری ما این از بامیان بندار اینی قدر تارای دراز می آورد، در کمری ما و تو بسته میکرد که زنده باقی بمانیم. همینطور بود یا نبود؟ الله متعال احسان کرد، تو را با کتاب خود قرآن آشنا کرد و الله عقیده حق برات نصیب کرد، توحید و یکتاپرستی الله. آلی سری مردم دل بسوزان یا نسوزان؟ ها؟ سری خودت تیر شده، میگه والا خیلی سخت هستند، ما که هر چی میگیم نمیپذیره. تو خودی همینطور بودی نمیپذیرفتی. حنفیت فقط چی فکر میکردی؟ وحی آسمانی، خلاص. دا فکر میکردی که سه مذهب دیگه بیخی باطل است. یک کماکم بودی که پرسان نکن، حالی تو قرآن آشنا شدی، حدیث آشنا شدی، حالی دیگه حالی مردم هم ملامت میکنی که خیلی سخت است. ملامت نکن، برای از اون امور را حق معلوم شده از پیش دفاع میکنه. تو به یک شیوه قطش بحث بکن که بالکل قناعت بخش باشه. اینجا الله چه قسم قناعت برای ما داد؟ شما قبلا هم میطور بوده، ایمان ظاهری شما پذیرفته شده، باطن شما را خود کسی جستجو نکرده، شک نکرده بود. این همی قسم از دیگران هم بعد همینطور داشته باشه. خب ما خوش داریم که عقیده حق فرا گرفتیم، آیا خوش نداریم که دیگران فرا بگیره؟ ها؟ خیر چطور این مردم عقیده حق برسانیم؟ ها؟
کمال مجاهده کار داره، حوصله کار داره، صبر و استقامت کار داره. خب روش درسته، فهم روش درست کار داره. این از کدام طرف چی کنم؟ دین روز بود، پری روز بود که برای چی کرد که مولوی صاحب این همین جمسای ما دخترش برآمد بسیار بی حجاب سخت. من بچه کاکش گفتم که همیار اصلاح کنی. گفت بیادرش برآمد مرا این طور کرد که ما گفتم خب بشیوی درست نکرده. تو لااقل وقتی که دیدی که اینمی خواهراست بیکار آمسته به برادرش پیشنهاد میکردی که بیادرم همشیره من میرم اونجا ترجمه قرآن شروع شده یک چند روز نمیشه که نمی ماه مبارک رمضان اگه همی همشیره برو وکی بیا که بالا برون که ببینه خواهرها یک دم ده حجاب است. خود به خود وجدانشان واره خجالت میده. پس که بره در خانه زود زود پتلون کاره وسو میکنه حجاب در جان میکنه. خود تو نه اونطور نکردی. ما و شما خیلی ضرورت داریم برادرها. یقینا از یک طرف مسئولیت داریم در پیش الله متعال خود. چرا؟ به خاطر که حق شناختیم و این حق ما و شما را وادار میسازه که به دیگران برسانیم به هر نحوه که باشه، ولو که هر نوع سختی هم در دم روی ما پیدا بشه. از او خاطر مشکلاتی که در این را متحمل میشیم شکر الله را بکشیم. این برداشت مشکلات برای شما افتخار میبخشه، برای شما درجه تان بلند میشه. تو که یک امتیاز پیدا کردی به می خاطر امتیاز پیدا کردی که جانب مقابل داری او تو را بد میگه، تو را در طرف جنت کش میکنی و تو را لط میکنه. امو قصه میشه میگه ما مردیش گریان میکنیم میگه که دانید چیسته؟ دانید بیران است و ایران است. این امتیازیت است. اگر این امتیاز از دست میدی باز خلاص هستی. جامعه ما را خوب میبینیم از الف تا یا. این در کابل است، یک دو سه جای ترجمه قرآن میشه، یک چند نفر 4 روز مدرسه رفته، توحید یاد گرفته، عقیده را یاد گرفته. شما یک دفعه یک کمی گوشش دمی خودی کابل همون مردمی که در ترجمه شریک نشده از عقیدهشان استفسار کنید که چی رقم عقیده داره. الله را میشناسه آنه، توحید میشناسه آنه. چی جای ازی که در دیهاتا بریم و اوجا سوال بکنیم، خصوصا در کدام قریه که یک قبر در بین قریه وجود داره، گنبت خیلی کلان هم سرش جور شده. او مردم تو چی رقم اسلامی کنی؟ سالا در هر حاجت خود اوجا رفته، گوسفند برده ذبح کرده، مجاورش پیسه داده و مشکلش هم چیسته بس اوقات حل شده، تقدیرا حل شده. از او خاطر و عقیده داره که هرچی هست. مردم کابل تعالی را عاشقان و عارفان چی رقم میشناسه؟ بری از پیشان سوال کنی، یک استفسار بکنی که عاشقان و عارفان کیست؟ گفت امنیتی کابل، عزتی کابل، افتخاری کابل عاشقان و عارفان است. اگر ما بخواه کابل در بدر میشه، اگر نخواه نمیشه. اگر بخواه باران میشه، اگر نخواه نمیشه. شاید شمشیره علیه رحمه را چی رقم تصور میکنه؟ همیانی هر چهارشنبه در اوجا صبحکی بره که اونجا ختم در سرک مردم استاد است، دستار بالا گرفته در پالوی قبر که داخل شوی در مسجد 20 دانه مولاست در بینش. همونی که مدرسه را خونده 14 سال 20 سال مدرسه خونده و هم موجه است. اگر از پیش سوال بکنی که این عملی شما انجام میده در کدام سند است، در کدام حدیث است؟ این تخصیص روز چهارشنبه را از کجا کرده؟ اینمی سپارت تقسیم کردن ختم از کجا کرده؟ سند داری؟ دلیل داری؟ باز دعا کردن در پالوی قبر او را روی تان طرف قبر باشه، این از کجا پیدا کرده؟ پیغمبر خو میگه لعنت الله علی الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. سجدگاه جای عبادت جور کرده، یا علی قبر را جای عبادت جور نکرده. ختم قرآن، تلاوت قرآن چیست؟ اونه جای عبادت جور کرده شه. طواف میکنن، صدقه هموجا میکنه، دیگه جای نمیکنه. اینی مشکلات ما داریم. این مشکلات چطور رفع میکنیم؟ آیت قرآن کریم برای ما نشان داد. ما از کمال حوصله مندی کار میگیریم، از کمال صبر و استقامت کار میگیریم. هر قدر که بد و رد برای ما بگوید چرا کذالک کنتم من قبل، اینمی رقم شما هم بودی پیش ازی، ما هم می رقم بودیم. الله احسان کرده سر ما، فمن الله علیکم، الله سرتان احسان کرد، عقیده حق براتان نصیب شده. اراده و تصمیم قاطعتان باشه که تا وسم میرسه، تا که خون در رگ رگ ما جریان داره، دعوت به سوی عقیده حق گذاشتنی نیستم. اگر خواهر هستم، اگر برادر هستم،
خود اینطور به مسئول فکر نکنی که ما مسئولیت نداریم. نه، عقیده حق شناختی اول برای دوست خود تقدیم کن. هر برادری ما برای خود دوست داره، حتما هر خواهری ما برای خود دوست داره، همسنفی داره، اقارب و رشته دار داره. یک نفر اگر ما و شما قصد بکنیم خاص به خاطر رضای الله، سبا یک نفر در ترجمه قطع خود کش کده میاریم. باز بگذار شد قرآن خود به خود او را بیدار میسازه. خلاص تو فقط یک دفعه تو اینجا را به عذر به چی بگو بیگا بخیر انشالله یک خواب یک گوشت پلو برات بینم یک روز قطمه در ترجمه برو. برادرای تبلیغی چطور میکنه؟ ملاها چی نمیمانشن در مسجد باز سعی که 4 درجن کیله را پیش از رفتنشان 2 نفر از مسجد دیگه در پیش ملا امام رفت. ملا امام اینطور ملم میکنه که ملا امام کیله را خورده سابق با عوام پرید کی تبلیغی را اینجا نمیمانیم. حالی که میاد بستر در پشت مردم میگه که نمیمانیم، ملا میگه نه خیر است بگذاره ما و شما بیا از این نمیشینیم. خودشان از خودشان بشینن این گپا را میزنن. این دین ماست، اینی حرکات ماست، اینی اعمال ماست. یقینا اگر یک صفت الله را آدم واقعا بشناسه، فقط امی صفته، ان الله کان بما تعملون خبیرا، الله بر آن چیزی که شما انجام میده مکمل خبر داره. بس دیگه همین کفایت میکنه به انسان که چه قسم عمل انجام بده، به کدام نیت و مقصد انجام بده و کدام عمل انجام بده. بس همین یک صفت الله را واقعا آدم بشناسه، بالکل اسلامش اصلاح در زندگی انسان میاد. میفهمی اهمیت دعوته، میفهمی مسئولیتت که الله خو خبر داره من چی بکنم. منظورم این بود که در این موارد در دعوتتان بسیار از ثبات و پایداری کار بگیری، از حوصله کار بگیری. زشت نگوی با مردم، فتوای غلط دیستی مشرک و کافر به کسی نگوی، مبتدی بر نگوی. من براتون پیش در درس حدیث گفته بودم یک آدم شرک میکنه خودش مشرک گفته نمیتونه، تاویل داره، برای خود کدام گپ داره. مردم همین شرک توحید برش معرفی کرده. یک آدم بدعت میکنه عملش بدعت گفته میتونیم، خودش مبتدی نمیگیم. به نظر یزو مستحب و سنت است. از او خاطر در این موارد سخت احتیاط میکنیم، بسیار احتیاط. حوصله از حوصله کار میگیریم، از نرمی کار میگیریم. دعوت حق ترک نمیکنیم که دعوت حق ترک کنیم، نه این کار ما نیست. لا استوی القاعدون من المؤمنین. چقدر خوب الله متعال میگه مردم چند قسم است. یک مردم است قرار نشسته تخته با پشت، مؤمن است، عذر نداره، دعوت نمیکنه، جهاد نمیکنه. و یک نفر شب و روز در فکر عزیزته که چه قسم گسترش دعوت دین شود، عقیده راسخ، عقیده پاک و صاف در بین مردم چه قسم بیاید. این 2 نفر با هم برابر است؟ کلا برابر نیست. چه جای از که یک آدم در غم شکم خود است، صبح میره 11 بجه 4 بجه میره 11 بجه میاد خانه، فقط در غم عزیزته که شکم چطور آسوده نگاه شود، راحت نگاه شود. یک آدم که صبح میخیزه تا خفتنه در تلاش عزیزته که چقدر دین کار کرده، بیگاه قطع خود محاسبه میکنه، خود ملامت میکنه. اگر یک جماعت از پیشش تیر شده خود سرزنش میکنه چرا جماعت از پیش تیر شد، حالی عاجزی به الله میکنه، استغفار طلب میکنه. این 2 شخص در بینشان زمین و آسمان واره فرق است. انما الاعمال بالنیات. الله متعال بکنه که این مجمعه ما و شما امو مجمعه باشه که هر لحظه عمر ما در فکر دین و در فکر دعوت دین باشه. این نقطه است که آیا برات حاصل شد یا نشد. ام اراده گبی تبلیغی ام ارادهش خدا داشته باشیم. اگر اراده درست داشته باشیم الله زمینش هم مساعد میکنه. اگر اراده ناقص بود با زمین هم مساعد نمیشه. در مورد قرض ادا کردن پیغمبر علیه السلام میگه کسی که قرض میگیره و نیت داره که پس بپردازه الله اسباب و وسایل برش مهیا میسازه، همون قرض پرداخته میتونه. اما کسی که قرض میگیره از اول نیتش نیست که پس ادا کنه، الله برش چی توفیق نمیده که همون قرض ادا بکنه بتونه. ما و شما از اول نیت داشته باشیم که دعوت دین به اخلاص میدیم، واسه میکنی که الله رای دعوت برات چی کرده اعلان کرده. او میشه لا یستوی القاعدون، برابر نیست و کسایی که نشسته است در خانه ها طرف جهاد نمیروه، من المؤمنین، از مؤمنا، با وصفی که مؤمنی واقعی استن، خود چون که عذر ندارن، غیر اولی الضرر، که نیست صاحبان ضرر، یعنی عذر مزر برایشان نیست، نه مریض هستن نه چیسته، اینجا کدام مشکل برشان پیداست.
والمجاهدون و نیست برابر مجاهدایی که برآمدن از خانه های خود کوشش میکنه. مجاهد کی رو میگه؟ تمام توان و طاقت خود خرج میکنه در راه الله، فی سبیل الله، در راه الله. با چه چیز جهاد و کوشش میکنه؟ بیاموالهم، به مالای خود، نفقه میکنه، مصرف میکنه مالای خود، و انفسهم، به نفسای خود، نفس خودم پیش کرده در سنگر، مال خودم مصرف کرده رئیس. مردمای نشسته و مجاهدین کل قطعا برابر شده نمیتونه. چرا؟ فضل الله المجاهدین، الله فضیلت برتری داده مجاهدین، کسایی که جهاد میکنه به اموالهم، به مالای خود، به انفاق مالای خود، و انفسهم، به شهادت نفسای خود. بالای کی فضیلت داده؟ علی القاعدین، بالای نشسته ها، درجه درجه. کدام درجه است؟ چقدر بزرگ است؟ الله میدونه. الله میدونه که چقدر نکره ذکر کرده. بله، در نفس ایمان و فضیلت برابر هستند، اما در مرتبه فضیلت با هم تفاوت داره. و کل وعد الله الحسنى، از اینکه جهاد فرض عین نیست، به خاطر اینمی امو مردکی که خیسته مقابل دشمن داره کفایت کرده، مردکی دیگه سرش فرض عین گفته نمیشه، از او خاطر در خانه که نشسته. و کلا وعد الله الحسنى، هر کدام از یار الله وعده کرده وعده نیکه، جنت. امی که در خانه نشسته مومن واقعی است، نرفته، بری از این وعده حسناست، بری مجاهد هم وعده حسناست. تنها فرق در مراتب است. مرتبه مجاهد بالای آدم خیلی زیاد است، او طور درجه است که الله میدانه حقیقتشه. و فضل الله المجاهدین، برتری داده الله متعال مجاهدین علی القاعدین، بالای کسانی که نشسته هستند. در چی چیز؟ اجرا عظیما، در اجر بزرگ. یکی خود درجه بلند شد، پاداشی که مجاهد میگیره مومنی که در خانه نشسته گرفته نمیتونه. چه قسم؟ درجات منه، اینطور اجر عظیم است که صاحب مرتبه هاست، منه از جانب الله، و مغفرتا، بخشش گناه هاست، و رحمتا، رحمت است. سه رقم تفضیل الله متعال برای مجاهد بیان کرد که سری کسی که نشسته در خانه است. چرا؟ اجر عظیم است، مغفرت است، رحمت است. این شامل حال مجاهد است. و کان الله، هست الله متعال غفورا، مهربان ذات، که برای مجاهد انواع درجات، انواع فضیلت ها را برش داده. رحیم و رحم کننده است، که کسی که در خانه نشسته او را گرفت مؤاخذه نمیکنه، گناهگار ثابت نمیکنه. چرا که جهاد فرض کفایی است، تا وقتی که مسلمان ها یک جماعتش مقابل کفار میتونه، از زمین دیگرها ساقط میباشد. ان الذين توفاهم الملائکه، بله، یک تعداد مردم قرار در خانه نشسته است، نمیبرند که هجرت بکنه. آیا یا عذرشان پذیرفته میشه؟ نه، که عذر نداشته باشه عذر پذیرفته نمیشه. ان الذين، یقینا کسانی را توفاهم الملائکه، که وفات میکنه، یعنی به امر الله متعال قبض روح میکنه این مردم را، الملائکه، ملائکه، ظالمی انفسهم، در حالی که ظلم کننده بالای نفسایشان است، نفس خدا در مورد ملامتی برابر کرده، نفس خدا برای عذاب برابر کرده. قالو، میگویند ملائک بری آدم، فیما کنتم، دیتر مردم کجا بوده شما؟ چرا هجرت نکرده؟ مراسم اسلامی تانه خب با جازات و انجام میداده، نصرت میکرده دینه. قال، یا میگوید کننا مستضعفین، ما بودیم ضعیف شمرده شده، فی الارض، در روی زمین شکنجه می شدیم، ما بیچارگکا چی نداشتیم؟ وسیله نداشتیم. قال، میگویند ملائک دروغ نگوی، الم تکن ارض الله واسعه، آیا نبود زمین الله فراخ، فتهاجروا فیها، که شما هجرت میکردید در این زمین. فاولئک، الله متعال میگه این همی مردم ایمان آورده لیکن هجرت نکرده، بعد از او میگه ما مستضعف هستیم، دروغ میگه. این مردم مأوایش، جای باششان جهنم و جهنم است، و ساعت مصیرا، خیلی بد جای بازگشت است جهنم. این مردمی که عذر حقیقی نداره، خبری خود عذر ابلیسی را جور کرده، میگه ما ضعیف بودیم نمیتونیم. مردم ما چی میگه؟ طور عذرها را برای خود پیدا کرده. چی میگه؟ یک صاحب شرکت یک روز میمانش بودم، رفتم گفت مولی صاحب ما خو شرکت داریم اینجاست، وقتی که یک پروسه را یا مؤسسه را ما میگیریم داوطلبی میشه، اونجا نرخ داده میشه، باز
تا که قط یک انجینر و یک کسی که اوجا نشناشی امراهی نکنی و در منافع شریک نکنیش یا همینطور یک لک دو لک رشوت ندی پروژه در تو تکیه نمیکنن. دیگه ما چطور کنیم؟ ما گفتم این خود رشوت است، اگر رشوت همه دیگه حرام است. گفت نه خود ضرورت داریم. من چی ضرورت داریم؟ گفت خب ما این مصرف کردیم، شرکت جور کردیم، ولی اگر این کار نکنیم برای ما داده نمیشه، تاوانی میشیم. و ما خواست مولوی صاحب سوال کردیم، برای ما بالکل فتوا داده ضرورت است. گفت ده مولوی برای ما فتوا داده. ما گفتم ما فتوا نمیدم. ضرورت میشناسی؟ ضرورت چی را میگه؟ ما که تو آری قدر پیسه داشته باشم چرا اینجا رجوع میکنم میرم تجارت میکنم؟ ضرورت چی را میگه؟ ضرورت او را میگه که دیگه کلی راه هست پیشت بسته است، هیچ دیگه مجال نداری. مثل که آدم مستر میشه در دشت و بیابان هیچ چیزی دیگری پیدا نیست مگر گوشت خنزیر، گوشت مرکب، نعوذ بالله. و چه قدر اندازه باید بخوری که کفافت شود؟ اینی را مردم ضرورت میگه. شما گوشت پلو که برش نرسه در عوضش چی بگه؟ بامیه و لوبیا برسه، میگه این ضرورت است. موتری کرولا داره، وقتی که موتری لکسس برش نرسه میگه ضرورت است. خانه را چرا گرم کردی؟ والا ضرورت داریم. چی ضرورت است؟ موتری کرولا است، این خوب نیست برای ما، شرم میشرمیم. ضرورت ده چی داریم؟ کروزین داریم. این چیزها را مردم ضرورت میگه. این ضرورت ها نیست. این ضرورت ها براتان امر حرام روا کده نمیتونه. یک تعداد مردم چی میکنی که تو زندگی میکنی؟ پرسان میکنی از پیشش کجا زندگی میکنی؟ نروژ. خب چطور است؟ والا سختگیری خیلی زیاد است. چی رقم سختگیری است؟ روزه را علنی گرفته نمیتونیم، نماز علنی خوانده نمیتونیم. چرا اونجا ماندی؟ والا ضرورت است. اینجا هم جنگا منگاست اونجا. این را ضرورت میگی تو؟ یک لحظه سری تو حرام است که اونجا دیگه زندگی کنی. خاص کل حکم اسلامی باقی ماندی. یک دختری که به حجاب بیرون میبره برای تو فرض است که تو از اونجا حرکت بکنی. خروز قیامت ملائکه نمی قسم از پیش سوال میکنه چرا؟ زمین الله فسیع نبود؟ یک مطلب است. دوم مطلب، یک تعداد مردم مسائل اقتصادی ایرا برای خود بانه میگیره، میگه اگه از برم جا مهاجرت بکنم من خویجا کاربار دارم اونجا بیخی از کاربار میمانم. ضرورت است والا مولوی صاحب چی طور کنیم؟ خب الله متعال میگه ملائک به زبان ملائک الله متعال همین ملائکه معذف کرده و میگه الم تکن ارض الله واسعه، سرزمین الله واسع نبود دیگه، مملکت دیگه جای برو کار کو. یک در اینجا عذری هم یک تعداد مردم کجاستی؟ والا قطع امریکا کار میکنیم. در چی بخشش هستی؟ والا چی دروغ برات بگویم؟ ترجمانی شکر رایستم. خب چرا اونجا میری؟ تو خو یک کمی در مرگم پیش میشی. اگر طالب گیر که خطی تار حلالیت میکنه دیگه تو چرا اونجا میری؟ والا ضرورت است. چی هسته بگه؟ بدبخت ضرورت در کجاست؟ برو یک کاری دیگر را پیش بگی. این عذرهای مردم است. الله متعال این وقتا میایه سوال است تو میشه. سرزمین الله واسع نبود؟ رزق الله تقسیم کرده، برو یک طرفی دیگه.